دیگه فعالیت کاریش آواز میبینیم با ساز کردن شهر تماشای شهر کردیم دیدیم شلو راضی خانه‌های با حشمت کوچه‌های تازه همه کارهای خوب نسبت به مردم همه کارش به نظر گرفتم ما خوبی رو با تصدیق میکنیم از همه طرفا قناعت بخشیم آبودی های اینه قدر دومایی که روی ساخته شده است همه این آبودی جمهوری мало. Ну, в общем-то, высоко оценен. Потому что мэрия города, на мой взгляд, делает очень много для благоустройства города, прежде всего. И я в Душанбе давно живу. В общем-то, город стал красивым, очень красивым в многих местах. Поэтому я высоко оцениваю работу. Насчет мисо ободини мисо хаст 100% мисо рӯз за рӯз ободини рафтост ягон камбудӣ нест мисо ягон шикоят ва надорем. البته قناعتمند میکنه خیلی شهر همینقدر آباد میشود به امر خدا روز تا روز بهبودی شده است از روز تا روز انشاءات‌های نو بیناهای نو آباد شده است از روزی که رئیس شهر محترم محمد سعید بایدلوف به شهر دوشنبه رئیس شهر دوشنبه تعیین گردید تا امروز پایتخت شهر دوشنبه آباد و زیبا شد که در سطح تمام دنیا بگیریم یک شهر دوشنبه از یکی از شهرهای زیبا و شهری آباد است که همه با سهمی و خدمت‌های بی‌واسطه همین هم سرور دولت جناب ولی محترم رحمان و هم رئیس شهر دوشنبه محمد سعید بایدلوف شهر روز تا روز زیباتر شده است همه جا تازه آزاده چون ساختمان‌ها بلند شده است ساختمان‌ها پیشرفت کرده است خلاصه برای که خلابخش بهبودی شده است نمی‌بینین که هم ساختمان رفته فقط ساختمان رفته است راستش گویم آقا قناعت بخش میکند برای اون که همه دیده استودن که در کجا همه برآمده همه به تازگی روی کرده استودن خیلی ترقی یافته استود از شهر من چند سال نبودم در شهر دو ماه که مسکو آمدم نه رو به ترقی آمده استود است خیلی ترقی کرده استود است